رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سیدی های علمای افغانستان که گیر کردین چی کنین؟ ملا رحمانوف آخون در تاجیکستان او گفته بود یارا بشکنانه. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سیدی های شما را میده میده کنین. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سیدی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیرسی سیدی که هر کس پیش پیدا شد 100 دانه چی کنن؟ کاپی کنن. این حال دم مردم بگی دم مردم بگی او که یک دانه رو میشکنه نه؟ مثلا 100 دانه 20 دانه شو بشکنن 80 تاش به 80 نفر رسید. او 80 نفر که 100 دانه کنه 800 دانه صدی او دیگه 80 دانه صدی میشه. بازور سه پیشگاه اما تو حتی ما در مکه مکرمه در زیر پل میرفتم که اما تو سرم لوچ بود تو یک پیرانه که سفید پوشیده بودم دیگه. خب اونجا گرمی زیاد است. من اونجا میرفتم که یک نفر اومدم تو گاهی این قسم میگن گاهی خود این قسم میگن گاهی قسم میگن تاجیکیست. ما فهمیدم که در شک است. من ظاهر دایی است. گفت والله ما در شک بودم. من در شک بودم. شما را من دیدم. من در سای شما را شنیدم. خب گیریم که تو سیدی های ما را در 4 نفر مردم بیچاره افغانستان شکستان دیه. تاجیکستان چطور میکنی؟ زور رحمانوفت نرسید. از این خاطر میگن که سیدی های استاد دایی را نشنوین. سیدی های مولوی متوکل میده کنین. سیدی های مولوی عابد نشنوین. چرا؟ و خب میفهمه که مولوی عابد و مولوی متوکل و استاد دایی و مولوی سیب کوثر و علمایی که واقعا گپ میزنن او خود جوان بیدار میسازه. صحیح نه؟ اگر کسی دیگه درس امروز ششته باشه هیچ وقت باز او کتابکای دروغی که چاپ کردن بازی نمیخواد.